رفتار میکنی؟ اصلا مدارا نمیکنی؟ مگه چند روز شده که اومدن استانبول؟ اگه مدارایی که با ساواش کردی یه ذره‌شو با اینام داشته باشی خیلی خوب. به خاطر زنی که تازه دیروز باهاش آشنا شدی با من اینجوری حرف میزنی؟ هر کسی که نمیتونی بهش زور بگی باید باش دشمن بشی. آره اصلا به پسرت فکر نمی‌کنی؟ اگه اون پسرمه اونا دخترای من هستن خواهر. ما همه یه خانواده ایم، هممون، من، تو، بچه ها. گونش همسر من خواهر. کاشکی بعد از ازدواج بگی همسرم. گونش از امروز همسر رسمی و عقدی من خواهر جون. برای چی عجله کردی؟ لازم بود که اینطوری بشه. خب پس اگه لازم بود اینطوری بشه بهتون تبریک میگم. وایستری، من اصلا باور نمی کنم. مگه بهت یاد ندادم مهربون و مسئولیت پذیر باشی؟ مامان چه ربطی داره؟ منم عصبانی شدم یه چیزی گفتم. من که نمیخواستم اینطوری شه. یعنی چی عصبانی شدم گفتم؟ میدونی چقدر شرمندم کردی؟ کدوم دختری با مادرش این کارو میکنه؟ سلین چرا اینا رو درک نمیکنی؟ تو هم پدر بالا سرت نبود؟ واقعا نمیفهمم، درکت نمیکنم. مامان سلین اونم خیلی منو اذیت کرد، پس چرا هیچکی به اون چیزی نمیگه؟ تو که دیگه حرفی یا بویاش تا bu kadar آبرو و حیثیت برام نذاشتی. دستت درد نکنه، واقعا دستت درد نکنه. باشه از علی معذرت خواهی میکنم، حتی اگه بخوای مفصل این کارو البته که باید بخوای. مامان قسم میخورم اونم هرچی دلش خواست گفت. فکر میکنن من خنگم. سرین حق ندارین با هم دیگه بجنگین. حوصله ندارم باهاتون سر و کله بزنم. ببین همه چی رو تموم میکنم. از هالوک جدا میشم و از این خراب شدم. خدا این کارو نکن. یعنی چی جدا میشی؟ مگه باهاش ازدواج کردی؟ وای یه بارم که شده منو غافلگیر نکنین. خب تحویل بگیر. حالا دوباره نوبت ما شد. بریم بشین رو تخت ببینم. برو. میخواستم بهتون بگم اما فرصت نشد. من با هالوک ازدواج کردم. من که میدونستم. بدون عروسی؟ یعنی یه دفعه؟ چجوری؟ باشه دیگه با هم حرف نزنین. توضیح میدم. بفرمایید. یک شم بده به من. این تو چه بیشتر از من از دختر متنفره. به نظر دلیلش چیه؟ داداش روی خانم‌ها اینطوری نفوذ دارم دیگه. پشت سرم خیلی دعوا میکنن. چرا انقدر احمقی؟ فکر کنم فراموش کردی من تو رو ول کردم. دقیقاً کی؟ وقتی گفتم به خودمون فرصت بدیم؟ دستم درد میکنه، منو نخندونی. دوست پسر من بعد از رفتن دیگه حق برگشتن نداره، فهمیدی؟ اوه چه خشن. تو آخرت فاجعه هستی. جوونا چه خبر؟ چه خبر آبجی؟ خوبم عزیزم، تو چطوری؟ وای دستت چی شده؟ من بهت میگم آبجی جون، این دخترای دیوونه رو که میشناسی. میدونی چیه؟ تازه الان فهمیدم که آبجی نازلی چقدر با استعداده. اگه یکی دیگه بود برای ازدواج با داداش هالوک قصر سفید میخواست. با 4 تا دیگه لباس ازدواج کردین؟ مامان اونجوری که خودش صلاح میدونه عمل میکنه. سرین جان راستی اون لباسی که از اینجا گرفتی و میری پس میدی؟ تو از کجا میدونی؟ سرین با من بحث نکن. مامان تو امروز فقط جون منو نگرفتی، جونمو. نمیخوام در مورد این موضوع بحث کنیم. نه. پری باید در مورد یه چیزی باهات حرف بزنم. خب حرف بزنی. خصوصی. یا خدا. بیا. میگم آبجی رعنا چه اتفاقی افتاده؟ جریان علیو میگی؟ آره چه اتفاقی افتاده برای پسره بیچاره؟ انگار حدشون رو بهشون نشون دادین. آره اون چه که لازم بوده گفتم اینجی. وای گونش چی گفت؟ خیلی کنجکاوم، بگو.
همونطور که تو گفته بودی فهمیدم که زن ساده ای نیست. وای تو رو خدا تعریف کن، جوابتو داد؟ غیر مستقیم تهدید کرد که سر به سرم نذاری. اصلا شخصیتش اونجوری که نشون میداد نیست. چقدر بی‌تربیته. هر چیزی یه تاوانی داره. هنوز نمیدونه داره سر به سر کی میذاره، اما میفهمه. نمیخوای بگی؟ پری، من از خودم خسته شدم. خب نگام کن، شبیه کوهی از بدبختی شدم. این از کجا در اومد دیگه؟ من میخوام تغییر کنم. بین کسایی که میشناسم کامل ترین و متواضع ترین آدم تویی. اختیار داری. الکی که نمیگم، کمکم کن. من چجوری میتونم درست بشم؟ میدونی چیه؟ مامانو دوباره ناراحت کردم. واقعا جدی میگی؟ خب پس باید یه کاریش بکنیم. خصوصیت شخصیتی که خودت دوستشون نداری و بگو. من کلن همه چی، کل شخصیت خودم رو دوست ندارم. یعنی میخوای از اول خودتو بسازی؟ پس برات یه سری پیشنهاد دارم. یه دقیقه. خواهر تو واقعا جدی هستی؟ واقعا خیلی خیلی جدیم. مثلا من تا اونجایی که میتونم سعی میکنم صبور باشم. همین دیگه، من نمیتونم صبور باشم. یعنی هر چیزی که به ذهنم میاد باید همون موقع انجامش بدم. هر انسانی میخواد سریع به خواستش برسه. این یکم خودسریه. اولین کار برای کامل شدن صبور بودنه. چی کار کنیم؟ امتحان میکنیم. 1. صبور باش. خب باید بتونی مثل آدمای دیگه فکر کنی. وقتی شروع میکنی مثلشون فکر کنی، درکشون هم میکنی. وقتی درکشون کنی میتونی دوستشون هم داشته باشی. چطوری آخه؟ یعنی برای اینکه درکشون کنم باید مثل اون احمقا فکر کنم؟ واقعا؟ فهمیدم خواهر جون، برای تو خیلی طول میکشه. 2. به افکار آدمای دیگه احترام گذاشتن. 3. میتونم بیام تو؟ مگه غیر از اینم میتونم بهت بگم؟ درد داری؟ نه خوبم. چرا اینطوری شد؟ فردا از هم عذرخواهی میکنم، دیگه هم تکرار نمیشه. اگه چیزایی که میخواستی بشنوی اینه. نیست. ببین، ممکنه از مامانت دلخور باشی، یا اینکه من ممکنه جلوی کسای دیگه سر داد زده باشم. تو از کی تا حالا به فکر من بودی؟ من اصلا فراموشت نکردم پسرم، هرگز. 6 سالت بود که با 2 چرخه خوردی زمین. الانم مثل همون موقعی، هیچ فرقی نکردی برام. خاطرات زیبا. منو به زور سوار 2 چرخه کردی، بعد بدون اینکه بگی ولم کردی. وقتی هم که افتادم گریه کردم، عصبانی شدی، گفتی خودت بلند شو. منظورت همین بود داره؟